باب 11. اره ها را اره نکنید. وقتی من این سطرها را می نویسم می توانم از تیریزه به بیرون نگریسته ایزهای اژدها را بینم که در سنگ کلان نقش یافتند. این ایز را من از موزه پیبادی دانشگاه ییل خریدم و باز مکتوب هم دارم که تصدیق می کند آن 180 میلیون سال مقدم گذاشته شده اند. حتی ابله ترین آدم دنیا هم به گوش خاطر نمی آرد که 180 میلیون سال قفا گشته این ایزها را تغییر دهد. ولی باز ابلهانه تر فکر آن است که ما به تشویش و اضطراب بیاییم که 180 ثانیه قفا گشته نمی توانیم تا چیزی را که روی داده است تغییر دهیم. بسیاری ها عیناً چنین رفتار می کنند. حقیقتاً هم نتیجه آن واقعه را که 180 ثانیه قبل روی داده است باز شاید تغییر داده توانیم. ولی عمیق است که خودی واقعه را هیچ وقت قفا گردانیدن ممکن نیست. در دنیا فقط یک واسطه از گذشته فایده دیدن است. آرامانه آن را تحلیل کرده از خطاگی‌هایش سبق گرفتن، سپس آن را پر فراموش کردن لازم است. من انیخ کردم حقیقتاً همین خیل است. ولی آیا همه وقت عقل و مردانگیمان کفایت می کند که این گفته ها را به عمل تطبیق نماییم؟ برای آن که به این سوال جواب گویم به من اجازه دهید که یک واقعی فوق‌العاده را که چند سال پیش روی داده بود حکایه کنم. همین خیل شد که 300,000 دلاری را که داشتم گویا به هوا پرتافته باشم. یگان سنت فایده ندیده از دست دادم. واقعه چنین است. قرار دادم در مقیاس خیلی بزرگ کورس های آموزش کلان سالان را تشکیل نمایم. برای در شهرهای گوناگون کشادن فیلیال های کورس، تشکیل رکلام و غیره یگان خراجات را دریغ نمی داشتم. خودم باشم آنقدر به تدریس و تعلیم مشغول بودم که نه وقت و نه خواهش داشتم تا به تنظیم مبلغ مشغول شوم. بسیار سادگی کردم. نمی فهمیدم که به من یک یاردمچی لازم است که خراجاتهایم را با عقلانه سروری کند. عاقبت بعد 1 سال من حقیقتی تعجب آور و هوشیار کننده را درک نمودم. فهمیدم که خراجاتی بی برکشم یگان سنت فایده نآورده است. اکنون در پیشم 2 راه بود. یکم باید عقل سالم را کار فرموده، چون جان واشنگتن کارور عالم زنگی که هنگام مفلس شوی بانک 40,000 دلار مبلغی در تمام عمر جمع آوردهش را از دست داد رفتار میکردم. وقتی کیم که از عالم پرسیده است که از این مفلس شوی خبر دارد؟ ها شنیدم گفته باز آرامانه به خواندن لکسیش دوام داده است. او این باخت را از خاطرش پر بیرون ساخته دیگر هیچگاه به خاطر نآورده است. دوم خطای خود را تحلیل نموده از آن برای تمام حیات من بعدم سبق می گرفتم. راستش را گویم نه اینش را کردم و نه آنش را. بجای این به تشویش و عذاب افتادم. ماهای دراز در حالت مشوش خاطری بودم. خواب و راحتم را گم کردم. حراب و لاغر شدم. بجای آن که از خطاها سبق گیرم دویم باره باز به این عمل دست زده باز مبلغ باید دادم. درست که این دفعه در حجم خردتر. هرچند تلخم باشد من باید به این ابلهیم قائل شوم. بعد چندین 10 سالها من فهمیدم که به 20 آدم یاد دادن آسانتر است نسبت آنه که خودت یاد بگیری. بسیار افسوس که به من نصیب نبوده است در مکتبی به نام جورج واشنگتن تحصیل کرده از جناب برندواین معلمی که آلن ساندرز را درس داده است سبق گیرم. جناب ساندرز به من حکایه کرد که معلمی گیگین جناب برندواین با او یکی از سبقهای مهمترین حیات را داده است. من هنوز بچه بودم که تمایل از میده چویده ها با تشویش و اضطراب افتادن را داشتم. به خاطر می آرد آلن ساندرز. از خطاهایی که صادر می کردم خیلی غم می خوردم. وقت امتحانی خطی می سپردم و بهایم هنوز نامعلوم بود. تمام شب ناخنهایم را خاییده در ترس بودم که باز بهای بد گرفته در صنفم می مانم. دائما غم می خوردم که فلان کاری نادرست نمودم و خود را مذمت می کردم که چرا این طور شد، چرا فلان کار را نادرست کردم،
فلان گپ رو خطا گفتم. یک پگاهی صنفی ما قطار شده به لابراتوری علمی که آنجا جنابی برندوئین انتظارمان بود وارد شد. در یک کنج نمایان میز کاری او شیشه شیر می ایستاد. ما جایهای خود را اشغال کرده با تعجب به شیشه شیر می نگریستیم. حیران بودیم که شیشه شیر به درس گیگین چی مناسبت داشته باشد. ناگهان جناب برندوئین از جا برخاسته شیشه شیر را به قطی آبریز هوا داد. شیشه شکست، شیر ریخت. معلم باشد آواز بدر کرد: غمی شیری ریخته را نخورید، از دو سر چیزی که از دست رفت بعدی همین ما را به نزد قطی آبریز دعوت نمود و گفت که به پاره های از شیشه باقی مانده نگریم. با دقت نگاه کنید. گفت او: من میخواهم که این سبق را یک عمر از خاطر فراموش نکنه. شیر ریخت، آن دیگر وجود ندارد. یگان غم و غصه، خودخوری، خود را مذمت کردن دیگر نمیتواند که حتی یک قطره شیر را قفا گرداند. اگر ما احتیاطکار و به تدبیر می بودیم می توانستیم که شیر را نگاه داریم. اکنون باشد دیر شده است. یگانه چیزی که از دست ما می آید از بحرش براییم، فراموش کنیم و به دیگر کارهایمان مشغول شویم. انا همین تجربه خردکک گفت به من آلن ساندرز. دور و دراز در خاطرم ماند. گئومتریا و زبان لاتین را فراموش کردم، ولی آن را نه. حقیقتا هم سبق عالی جناب بود این. بعد این کوشش میکردیم که شیر را نریزانیم، ولی رفت و شیر ریخت. کوشش میکردیم آن را پر فراموش کنیم. شاید بعضی خوانندگان تمسخر کنند که در اطراف یک ضرب المثل عادی و زبان زده آب که ریخت دیگر برداشته نمی شود. اینقدر گپ بسیار می نویسم. من می دانم که این گپ عادی است، معلوم است و همین آن را هزارها بار شنیده ایم. ولی باز این را هم می دانم که در هر ضرب المثل خرد آدمی محفوظ است که در طول قرنها شکل گرفته است. هر ضرب المثل در زمینی تجربه بزرگ حیاتی پیدا شده، از نسل به نسل گذشته‌اند. اگر شما تمام آن چیزی را که عالمان بزرگ دنیا در همه عصر و زمانها درباره تشویش و اضطراب نوشته‌اند خوانید، در یگان جا خردمندی عمیق‌تر از آن که گفته می شود از کوپروکی که حالا نرسیده نگذر. یعنی پیش از مهلت برای خود دشواری نکا و از شیری ریخته غم نخورید نمیابید. اگر ما غرغر نمی کردیم که زبان زده شده اند و تنها همین دو ضرب المثل را به حیاتمان تطبیق می نمودیم، دیگر به خواندن و ازبر کردن این کتاب احتیاج نمی ماند. بغیر از این هم حقیقتا ما ضرب المثل های خلقی را عملی سازیم، حیاتمان خود از خود مکمل می گردد. ولی نباید فراموش کرد دانستن همان وقت به قوت تبدیل می یابد که عملی شود. مقصد این کتاب آن هم نیست که شما را از نویگری آگاه سازد. مقصد آنی را که می دانید به خاطرتان آوردن، شما را به عملی نمودن آن وادار ساختن و تلقین نمودن به تطبیق حقیقت حیات است. من همیشه به آدمانی که مثل فرید فولرشد می توانند ضرب المثل های کهنه را با سخنان نو و به آب رنگ شرده‌اند قائلم. او سردبیر مجله فیلادلفیا بولتین بود. بار او از خط کنندگان کالج پرسید: کدام از حیز هیزمر می کردید؟ دست بردارید. بسیاری ها دست برداشتند. باز پرسید: کی ارمیده اره کرده است؟ یگان کس. البته ارمیده را اره کردن ممکن نیست. ندا برآورد جناب شیخ، چون که آن الکی اره شده است. انا همین خیل در مناسبت با گذشته نیز وقتی از گذشته از واقعی که الکی با وقوع پیوسته است تشویش میکشید، مانند آن است که کوشش میکنید ارمیده ها را اره کنید. من از استاد مشهوری بیسبال کانی مک که به 81 قدم میگذاشت پرسیدم که یگان وقت از بازی های باخته شده تشویش میکشید و اضطراب میافتاد. ها، چون این لحظه ها بودن، جواب داد او.
ولی من از این ابلهی کیها خلاص خورده ام. فهمیدم که از تشویش و اضطراب یگان فایده ای نیست. آخر آبی ریخته را برداشته نمی شود که. البته همین طور وقتی این حکمت را به عمل تطبیق نسازید، رویتان پراجین شده، در معده‌تان زخم پیدا می گردد. سال گذشته من همراهی بوکسچی معروف جک جیمسی خوراک نصف روزی خوردیم. او درباره مسابقه حکایه کرد که عنوان چمپیونی را به تنی باخته بود. در مابین مسابقه حکایه کرد و ناگهان حس کردم که به موی سفید تبدیل یافته‌ام. در آخرهای دور دهم من همین قدر می توانستم که خود را روی پایهایم به زور نگاه دارم. رویم ورم، سرخ و کبود، چشمانم به زور کشاده می شدن. خیره خیره دیدم که چطور حکم دست جین تنی را با نشان غالبی بالا می کند. اکنون من دیگر چمپیون جهان نبودم. از نزد ازدحام گذشته با سری خم به حجره لباس عوض کنی رفتم. بعضی ها کوشش میکردند که به من دست رسانند. در چشمان دیگران قطره های اشک را می دیدم. یک سال پس باز با تنی وا خوردم، ولی این هم بیفایده برآمد. حس کردم که زورم نمی رسه. از تشویش و اضطراب خود را به زور نگاه می داشتم، ولی خود به خود گفتم من هیچ وقت باید غم گذشته را نخورم. ضربه های حریف را مردانوار قبول می کنم و به او امکانیت نمی دیم که مرا از پای افتاند. و حقیقتا هم خود را انا همین خیل نگاه داشت. جک جیمسی چه خیل گشته و برگشته تکرار میکرد از آنچه که گذشت غم نخوردم. او به باختن داد، سپس آن را از خاطرش پر خط زد و دقتش را به تهیه نقشی آینده جلب نمود. در برودوی طربخانه جک جیمسی و در کوچه 57 اتل بزرگ شمالی را گشاد. با تشکیل مسابقه‌های بوکسچیان و گذراندن مسابقه‌های نمایشی پرداخت. با کار و بار خود چنان با یک دلگرمی مشغول بود که دیگر نه وقت و نه خواهشی داشت که از گذشته غم خورد و تشویش کشد. طوری 10 سال آخر میگوید جک جیمسی نسبت به آوان چمپیون بودنم خیلی خوب زندگی دارم. وقتی سرگذشت آدمان تاریخی و قصه های ترجمه حالی را میخوانم یا رفتار آدمان را در حالتهای غیر مقرری نظاره میکنم، مرا مهارت یک قسم آنها که تشویش و فاجعه را خونسردانه پشت سر میکنند و باز خوشبختانه حیات به سر میبرند حیران میکند و به الهام میآرد. یک وقت به محبس مشهوری سینگ سینگ رفتم. عجایبش دیدنی آن بود که چطور آدمان در محبوسی بوده چون شخصانی آزاد از زندگی راضی بودند. من این را در گفتگو با سروری محبس لیویس لوئیس قید نمودم. او حکایه کرد که وقتی جنایتکاران به محبس می رفتند در دوره اول چون قاعده رنجور و بیرحمند، ولی بعد چند ماه با عقل ترین آنها دیگر بدبختی خود را فراموش کرده به حیات محبس تن داده کوشش می کنند با آن مطابق شوند. لوئیس درباره یک محبوس باغبان حکایه کرد که سرودخوانان در پشت دیوارهای بلند محبس سبزوات و گل پرورش می کند. البته این محبوس نسبت به بسیاری از ما در زندگی عقل سالم را کار می فرمود. البته بسیاری ما حتی و رفتار ناجا صادر می کنیم. خیر چی؟ کی در دنیا بی خطا اون به سر برده است؟ حتی نپولیون 3-1 مبارزه هایش را می باخت. ممکن است حساب میانی باختی ما نیز از نپولیون بهتر نباشد، کی می داند؟ هرچی هم باشد نه شاه و نه گدا نمی تواند که گذشته را برگرداند. اینک بیایید قاعده ششم را به خاطر داریم: ارمیده ها را اره نکنید. خلاصه قاعده یکم: برای آن که تشویش و هیجان را از حیات خود فشرده بیرون کنید دائما باید به کار بند باشید. به فعالیت بند بودن بهترین دواست برای رفع روحی مایوسی و غمگینی. قاعده دوم: از میده چوده ها مشوش نشوید. به آنهایی که چون مرچکانند امکان ندهید که خوشبختی شما را خللدار سازند.
قاعده سوم، برای رفع تشویش و اضطراب قانون شماره های کلان را استفاده برید. از خود بپرسید چقدر امکانیت وجود دارد که این یا آن حادثه روی دهد. قاعده چهارم، به ناگزیری تن دهید. اگر شما دانید که برای تغییر دادن این یا آن وضعیت یا اصلاح کردن این یا آن کمبودی قوتتان نمی رسد یا آن امکانیت ندارد، دست افشانده گویید این همین خیال است، این نمی تواند دیگر خیال شود. قاعده پنجم، به تشویش و اضطراب خود محدود کننده گذارید. خود به خلاصه بیایید که این یا آن واقعه به چی قدر تشویش و اضطراب ارزش دارد و از آن زیادتر غم خوردن لازم نیست. قاعده ششم، بگذار گذشته مرده های خودش را خودش کراند، اره میده ها را اره نکنید.